دادران و خواهران خیلی گرامی، چند وقت بود که من از بسیاری سوال دهنده ها همون بگیم شکل پره شعری که درباره زن شیخ سعدی گفته گذاشتن برای ما نویساندن که همراه حاجی بابا اگر امکان باشد همون را با پرگی همشه خوانین و برای ما یک کمی هم که باشد معنا کنین. من حاضر همه همون مصرع ها را میخوانم تا که اگر برای کدام از شما یکی لازم باشد که نویسانده گرفتن یا اینکه برای اذیت کردنتون، خدا خواهد از اینجا شما برداشت کرده میتونید. زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. برو 5 نوبت بزن بر درت، که یار موافق بود بر درت. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غمگسارت بود در کنار. اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. ببر از پریچهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خوش طبع جوی. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از بدی از زنی بد خدایا پناه. چو طوطی کلاغش هم نفس، چو طوطی کلاغش بود هم نفس. غنیمت شمارد خلاص از قفس. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه بینی به ابرو گره. ته پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. سفر عید باشد بر آن کدخدای، که بانوی زیشتش بود در سرای. دری خرمی بر سرای ببند، که بانگ زن از او برآید بلند. زنی را که جهل است و ناراستی، بلا بر سری خود نه زن خواستی. زنی زیشت بدخوی رنج است و بار، زنی خوب و خوشخوی خویش است و یار. کسی را که بینی گرفتاری زن، برو سعدیا طعنه بر وی مزن. تو هم جور بینی و بارش کشی، اگر یک زمان در کنارش کشی. الهی مهربان رحمت و مغفرت کنه جناب شیخ سعدی را. این همون متن پره‌ای که در کتاب از ایجادیات شیخ سعدی آمد، من همون متن پره را برای شما خواندم. با در بعض کتاب‌ها بعض علاوه‌های دیگر هم هست، ولی آنی که در دست من بود همین مقدار بود، من برای شما خواندم. بعضی جاهاش برای شما من معنی داد کنم. یعنی ما در حدیث ها داریم که من رزقه الله امرأة صالحه فقط اعانه فی شطر دینی فلیتقی را فی شطر ثانی. خداوند کسی را زن خوب داد، نصف دینش کامله، در نصف دین میگه دیگه خودت سعی و تلاش کن. یعنی همین زن خوبی که فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. البته به البته، یعنی با همون مقام و با همون گویم که منزلت و با همون عزت و اکرامی که پادشاه ها دارن، همین مردی که زنی خوب داشته باشد همون اکرام و همون عزت همین مرد دارا هست، هم در پیش خانوادهش، هم در پیش همسایه هاش، هم در پیش یار و رفیقاش. همه این میگه این عزت هایی که به تو پیدا شد، اینا از حساب ارمان زن خوبی تو هست. در دوامش گفت برو 5 نوبت بزن بر درت، که یاری موافق بود در برت. یعنی
انسان وقتی نماز میخواند اگر زنی خوب داشته باشد، مقصد چیه؟ مقصد این است که یعنی 5 وقت نماز هم همین آدم بسیار با یک ذوق میخواند، بسیار با یک محبت میخواند. همون هر یک فرموده هایی که تواضع و تخشعی که در نماز هست، همین انسان مقصد انجام میتید برای خاطری که از طرف عائله و خانوادهش خاطرش جمع است. لیکن نفری که اگر عکس این باشد، بینید که حتی همون نماز خودش راحته، همون راحت هم در این مرد دیده نمی شود. گفت همه روز اگر غم خوری غم مدار، همه روز اگر غم خوری غم مدار، که شب غم گسارت با در کنار. اگر روزی دراز تو ده ها مشکلات و سختی ها و نافهمی ها و مثال گوییم که یگان جنجال ها و هر چیزی ده که اگر تو در روز مبتلا شده بودی، ولی وقتی که وارد خانه شدی و مثال یک زن غمگسار داری، یک زنی که مثال همیشه به همه کارهای تو برای تو مصلحت نیک میتد، زبان شیرین دارد، میگه همه اون مشکلات های روزی تو در یک لحظه که در بری همون زن خوب دراز میکشی و خواب میکنی، همه اون مقصد از ذهن یادی تو دور میرود. در دامش رو اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگاه در نکویی و زیشتی مکن. اگر همین زن میگه به شرطی که در قلبش ترس خدا داره. ببینین اگر همین زن مقصد خانه گورش فکر میکنه، آخرتش فکر میکنه، قیامتش فکر میکنه، اگر میگه همین گونه زن مبادای زنی تو باشد، دیگه زیباگی و بدروگی او را دیگه اهمیت نده. مهم میگه همینه که در قلبش همین آدم ترس خدا داشته باشد. لیکن در دام میگه ببر از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خوش طبع جوی. لیکن اگر سیمای زیبا دارد، صورتی زیبا دارد، چهره زیبا دارد، لیکن بسیار بسیار مثال زیشتگوی هست، یعنی همیشه سخنی سخت میگه، همیشه قلبی تو را میشکنه، همیشه گویم که دائم تو در یک حالت ناراحت و ناگواری، اگرچه خانه داری، جای کار داری، مال داری، یعنی از همه آنچه که در دنیا هست تو صاحبی، لیکن مادامی که از حرفای امین، از معامله امین ناراحت هستی، میگه اگرچه زیبا هم که باشد، با این شخص میگه تو حیات خودت را مقصد هیچ وقت تلخ نکن، یعنی این ارزنده حیاتی تر ندارد. ببر میگه از این، ببر از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خوش طبع جوی. اگر کدام زنی که حتی دیو سیما به معنای بدرو هم که باشد، لیکن طبع خوب داره، لیکن معامله عالی داره، میگه با او باش، نه با این شخصی که زیبا هست ولی همیشه تو ناراحت هستی، همیشه تو در کلفت و در زحمت و در مشکلات و در سختی هستی. میگه دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. دعا کرد که خدایا هیچ بنده خدا را به زنی بد مبتلا نکن. چو توتی قلاقش بود هم نفس، غنیمت شمارد خلاص از قفس. شکلی که میگه همی توتی را قطعی یک پرنده به نام قراق هست. بین هر دینا بسیار فرقشون بینشون فرق زیاده. یعنی اگر توتی را با قراق، اگر یعنی مردی خوب با زنی بد اگر یک جا کنن، مثل همون توتی با همون قراق می شود. میگه توتی را در همینجا همیشه مرادش چیه، میلش چیه است؟ غنیمت شمارد خلاص از قفس. دائم دعاش همیه که کی من مقصد از همین قفسی که ما یک جا هستیم، یعنی همین دنیایی که ما یک جا هستیم، کی من مثال همین در این قفس کشاده میشد من بیرون شم، یعنی کی من از دست همین زنی که همیشه ناراحتم کی من خلاص میشم. در دوامش میگه به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه بینی در ابرو گیره. زندان قاضی به معنای همین زندان ها هست، یعنی از اوی که میره قبول تو مثلا در خانه با قواقی، قبول تو مثال بسیار با سخنای درشته، ایودا میگه در همون زندان باشی این بهتر است. تی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه تنگ. میگه همین
پاپوشیه که اگر پا میزند از او در پای لوج روی ای بهتر نیست؟ یعنی مقصد همون زنی که همیشه برای تو یگان خیری نداره، هم در سلامتی زلال داره، هم در مادیات زلال داره، هم مقصد آینده فرزندای ناخوب تولد میکند، از او در مثلی که همون پایافسالی که یعنی پا میزند پای لوج رفتن، از او در بیزن بودن خوب میگه، از این گونه زن داشتن بیزن بودن خوبه. یا بلای سفر که در خانه و بلای سفر به که در خانه جنگ، اگر در خانه که دائم جنگ باشد میگه دائم در سفر باشی، این برای تو بهتر است. دری خرمی بر سرای ببند که آوازی زن از او برآید بلند. اگر در خانه که دائم مقصد جنجال است، همیشه زن مقصد آزار میتیه و همیشه در اونجا زن گپش در مد اول میسد، گپی مرد مقصد اعتبار نداره، میگه دری خرمی را در او سرا بند، یعنی او خانه دیگه برکت خیری در او خانه وجود نداره. زنی را که جهل است و ناراستی، بلا بر سری خود نزن خواستی. اگر یک یگان زنی جاهلی، بی سوادی، بی فهمی، بسیار مثال درشت رفتار، درشت گفتار، اگر مبادایی که در نکاحت باشد، میگه این تو به سری خودت تو زن نگرفتی، تو بلکه به سری خود یک بلای را آوردی. و در اخیر بعد میگه کسی را که بینی گرفتاری زن، برا سعدی یا طعنه بر وی مزن. تو هم جور بینی و بارش کشی، اگر یک زمان در کنارش باشی. میگه یعنی کسی را شیخ سعدی خودش میگه، کسی را دیدی که یکی گرفتاری زن های، یکی کسی را دیدی که در همین مصیبت و در همین مشکلات زن مبتلای، طعنه‌اش نکن. میگه یک بارک اگر یعنی اگر همون گونه زن در پهلوی تو باشد، تو بعد به قدر اون نفری که طعنه‌اش کردی، بعد تو به قدر او میرسی. این بود برادران و خواهران عزیز همون شکل پره‌ای که در اطراف زن شیخ سعدی برای ما معلومات داد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.